جمع و تفریق عددهای مرکب صفحه 10. فعالیت: ساعت سمت چپ 1:55 و 30 ثانیه را نشان می دهد. این عدد را عدد مرکب می نامند. جاهای خالی زیر یعنی ساعت ها رو پر کنید. عقربه های ساعت سمت راست را هم رسم کنید. خب ساعت ها چه زمانی رو نشون میدن؟ ما میخوایم بنویسیم. عددهایی که برای نوشتن ساعت میخوایم استفاده کنیم اعداد مرکب هستند. از سمت چپ ساعت 1:55 و 30 ثانیه. ساعت 9:15 و 35 ثانیه. ساعت 5:25 و 45 ثانیه هستش. یک سلول در هر 20 دقیقه به 2 سلول تقسیم می شود. اگر در ساعت 1:20 یک سلول داشته باشیم، زمان تکثیر سلول های بعدی را بنویسید و الگوی آن را ادامه دهید. 1:20 1:40 ساعت بعدی 2 هستش. 2:20 2:40 ساعت 3. اگر شمارش 30 دقیقه را از ساعت 1:30 شروع کنیم، زمان بعدی چگونه به دست می آید؟ 1:30 ساعت 2 2:30 ساعت 3. الگوهای عددی مربوط به زمان را ادامه دهید. 40 ثانیه 50 ثانیه 1 دقیقه 1 دقیقه و 10 ثانیه 1 دقیقه و 20 ثانیه 1 دقیقه و 40 ثانیه 2 دقیقه 1:20 و 40 ثانیه 1:20 و 50 ثانیه 1:21 1:21 و 10 ثانیه 1:21 و 20 ثانیه 1:21 و 30 ثانیه 1:21 و 40 ثانیه. عدد بعد از 1:20 و 50 ثانیه چگونه به 1:20 تبدیل شده؟ توضیح بدیم. اگر روی 50 ثانیه 10 ثانیه بذاریم میشه 60 ثانیه. میدونیم که 60 ثانیه برابر با 1 دقیقه، پس 20 دقیقه میشوند 21. ساعت کلاس زمان 8:20 را نشان میدهد. آموزگار گفت 2 ساعت و 50 دقیقه بعد به اردو خواهیم رفت. دانش آموزان تلاش می‌کردند زمان اردو رفتن را به دست آورند. راه حل 4 نفر از آنها را می‌بینید. زهرا: من به صورت ذهنی حساب کردم. 2 ساعت بعد از 8:20 می‌شوند 10:20 و 50 را به صورت 10 دقیقه و 40 دقیقه در نظر میگیرم. 40 دقیقه بعد از 10:20 میشه ساعت 11 و حالا 10 دقیقه بعد از آن را در نظر میگیرم، یعنی 11:10. زهره: من از محور استفاده میکنم. روی محور ساعت ها رو نوشته، 2 ساعت بعد رو نشون داده، ساعت 10:20 است. 10:20 ساعت هستش. 40 دقیقه بعد از 10:20 رو هم نشون داده، 11:10. مریم اومده از جمع اعداد مرکب استفاده کرده. ساعت 8:20 به اضافه 2:50 ساعت 11:10.
ستاره و مریم هر دوتاشون از جمع مرکب استفاده کردند. راه حل هر کدام از دانش آموزان را توضیح دهید. آیا شما راه حل دیگری برای این مسئله دارید؟ استفاده از اعداد مرکب، محور و یا میتونیم در اینجا از الگو استفاده بکنیم. بنویسیم و به صورت الگو عددها، دقیقه ها و ثانیه ها رو جلو ببریم. همونطور که دیدیم زهرا به صورت کلامی و با روند کردن ثانیه ها و دقیقه ها به زمان 11 و 10 دقیقه رسیده. اما زهره محور کشیده. مریم هم از جمع عددهای مرکب استفاده کرده. میتونیم برای حل کردن از نوشتن الگو هم استفاده بکنیم. اینم از آموزش صفحه 10 ریاضی پایه 5 عددهای مرکب. امیدوارم موفق و مؤید باشین.